تا روز قیامت اگر این بزرگواران گناهی داشته باشند کسانی باشند گناه این بزرگواران را به دوش بکشند. دیگه چه بهتر از این؟ مطمئن باشید یک ناسزا در این دنیا، ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین. به اندازه یه دونه خردل اگر در آسمان ها و زمین هم باقی بمونه، یک کلمه کوچک از دهن من تو بیرون بره، این خداوند یادداشت میکنه. روز قیامت باید پاسخگوی این لعنت و نفرین ناسزا بدیم. و خداوند چون عمر را دوست داشت، پس دشمنانش، اونهایی که او را دوست ندارن و بدگویی جایز میدونن را اونها به اونها مهلت داد تا اینکه روز قیامت صف بدهکارانش طولانی باشه و گناه او را به دوش بکشن. و این هم فضلی است که خداوند بر این بزرگواران عطا کرده. یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم، بعد از این میان برنامه با استاد دورانی مطالب را ادامه خواهیم داد. شبکه جهانی نور ضمن تشکر و قدردانی از تماس‌های مکرر شما بینندگان عزیز جهت مشارکت مالی در این شبکه به اطلاع می‌رساند از همکنون امکان مشارکت شما با پشتیبانی مالی از برنامه‌های متنوع این شبکه میسر میباشد. جدول هزینه پشتیبانی از برنامه‌های شبکه جهانی نور به شرح ذیل میباشد. هزینه پشتیبانی یک میان برنامه کوتاه $300، هزینه پشتیبانی یک برنامه 15 دقیقه‌ای $500، هزینه پشتیبانی یک برنامه نیم ساعته $800، هزینه پشتیبانی یک ساعت پخش روزانه $1600، هزینه پشتیبانی یک برنامه زنده $2000، هزینه پشتیبانی نصف روز پخش برنامه‌های شبکه $5000، هزینه پشتیبانی پخش یک روز برنامه‌های شبکه $10,000. شما می توانید جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 20402 151 911 32 و یا با ایمیل bama@nurtv.net تماس حاصل فرمایید. قرآن را داشتم ورق می زدم، آیات فضایل حضرت صحابه رضی الله عنهم را بررسی می کردم. کدوم آیه رو از کدوم آیه چشم پوشی کنیم، کدوم آیه رو توجیه کنیم، کدوم آیه رو درباره این بزرگواران به حساب نیاریم. از هر کدوم اینقدر خداوند برای این بزرگواران سرمایه گذاری کرده، چون اینها شاگردان مکتب رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بودند. اینها بودند که دین را به من تو ای برادر و ای خواهر رسوندند. و اونهایی که قصد دارند بر این بزرگواران، به این بزرگواران ناسزا و لعنت نفرین بگن، خدا میدونه قصدشون چیه. اگر این گونه باشه ما دین رو از کی بگیریم؟ فقط بعد از رسول خدا 4-5 نفر دین رو به ما رسوندن. فقط علی و حسن و حسین، تازه امام حسن و امام حسین رضی الله عنه که کودکی بیش نبودن در عهد حیات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. ما دین رو پس از کی بگیریم؟ اگر صحابه رسول خدا همه رفتن، دین که دیگه دوباره از آسمان وحی نشد بعد از رسول خدا. رسول خدا آخرین پیامبران بود. آیه 29 سوره فتح را مراجعه بفرمایید. محمد رسول الله، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. این بزرگواران خدا میفرماید محمد رسول خداست و اونهایی که با او هستند در مقابل در هنگام نبرد سخت هستند و استوار هستند و با همدیگر مهربان هستند. اما ما میگیم چی؟ نه، با همدیگر دشمنی داشتند، تشنه خون همدیگر بودند. خدا میگه رحماء بینهم، ما میگیم نه، رحماء بینهم نبودند. آیات قرآن را قبول نداریم. اینی که ما اگر ناسزا به صحابه بگیم مثل اینکه قرآن را نپذیرفتیم، مثل اینکه اسلامون پذیرفته نشده. به همین خاطر این مطالبی که ارائه میشه خدا گواه است، خدا را بر این حرف خود گواه میگیریم از روی دلسوزانه ای برادران عزیز و ای خواهران.
ما مطمئن باشید اگر شما لعنت و نفرین و ناسزا، هر کسی لعنت و نفرین و ناسزا به این بزرگواران بده، هیچ ضرری و زیانی به ما نمیرسه و هیچ زیان و ضرری به این بزرگواران نمیرسه. اگر همه مردم دنیا هم برای اینها دعای خیر و رحمت و رضوان و خوشنودی بفرستن، هیچ سودی هم تو جیب ما نمیره و ما هم هیچ سودی هم نصیبمون نمیشه. ما فقط از روی دلسوزانه، از روی این که خداوند این مسئولیت بسیار مهم را بر عهده ما گذاشته و روز قیامت شرمنده خدای خود نشیم که چرا این پیام را به قوم خود نرسوندیم، این پیام را میرسونیم و میدونیم که شاید رسوندن این پیام ها برای ما دردسرهایی هم داشته باشه، اما امانت خداوند از همه چیز مهمتره. خب جناب آقای دورانی، من عرض سلام دارم خدمتتون. دوست داشتم مطالب دکتر موسوی مطالبشون رو ادامه بدن و به پایان برسونن. اگر لطف فرمایید برای اینکه وقت برنامه خیلی محدوده، مطالب در رابطه با صحابه در قرآن و تعریف صحابه و منافقین رو ارائه بدین. و سوال یکی از بینندگان این سوال رو مطرح کرده که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه آیا نمیتونست خودش در حیات خودش منافقین رو معرفی بکنه و یا در قرآن یا خود خداوند اعلام بکنه که بعد از این همه منافق خواهند شد، اصلا خودت رو به زحمت ننداز؟ بفرمایید استاد دورانی. با عرض سلام مجدد خدمت جناب عالی و همگی بینندگان محترم، خواهران و برادران عزیزمون و همچنین خدمت استاد بزرگوار جناب موسوی که متاسفانه مجدد نتونستن که مطالب بسیار زیباشون رو تموم کنن. جناب آقای هاشمی، من نقطه اول در مورد اجازه فرمایید به نقطه دوم در مورد عاشورای حسین بپردازم، بعدش میام رو اصل مطلب. نقطه اول پس روایاتی بودن از شخص امام حسین سلام الله علیه و از بقیه اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که نوح سرایی، نوح خونی زدن، زنجیر زدن، غمه زدن، به صورت هم خودکوبیدن مطلقاً حرام در شرع اسلام و ممنوع شده و خلاف اسلام و عرف ائمه اطهار سلام الله علیه می باشند. نقطه دوم در مورد فلسفه شهادت امام حسین. برادران و عزیزان، ببینیم خوب دقت کنید روی فلسفه شهادت امام حسین. امام حسین در برابر یک دشمن داخلی قیام کرد، نه در برابر یک دشمن خارجی. پس عوض اینکه این مشتهای گره کرده رو ما به سر کله هم دیگر بکوبیم، به سر خودمون بزنیم، زنجیر بزنیم، خودمون از بین این مشتهای گره کرده رو بر سر اون عده از جنایتکارانی که ما رو دارن از بین میبرند و دین خدا رو دارن وارونه به ما جلوه میدهند و آثار اهل بیت رو دارن از دستمون میگیرند، این مشتهای گره کرده رو بر سر کله اونها بکوبیم تا اینکه به ظلم و ستم و استبداد و طغیان خودشون نتونن بیشتر ادامه بدن. و نقطه اخیری که در حوادث اخیری که در جمعه گذشته رخ داد و تعداد بسیار زیادی از عزیزان و خواهران برادران به شهادت رسیدن، ما به همه این عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم و از بازماندگان این عزیزان تمنا داریم که ما رو هم در غم خودشون شریک بدونن. جناب آقای هاشمی، سوال رو مطرح فرمودید در مورد اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم. امروزه رسم بر اینه که متاسفانه آقایون هر فردی رو که از قیافش خوششون نیاد، هر فردی رو که دوستش ناشته باشه میگه این منافقه، صحابیه ولی صحابی منافقه. من تعجب میکنم چطور امکان داره یک انسان هم صحابی باشه و هم منافق باشه. این مطلقاً امکان پذیر نیستش. چرا؟ زیرا همونطوری که من در جلسه گذشته بنده عرض کردم، در جلسه اول تقریبا در مورد تعریف صحابی اونه که با ایمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو ملاقات میکنه و با ایمان هم از این دنیا میره. و این تعریف رو در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد اول از ابن حجر عسقلانی ما میتونیم مطالعه بکنیم. ایشون مفصلا توضیح دادن که صحابی که هستن و این تعریف مجمع علیه بین یکتاپرستان و جامعه موحدین که نمیدونی کسی که در زمان حیات رسول خدا ایمان آورد ولی بر کفر مرد، اون صحابی نیستش، اون منافقه. اما آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم
همینطوری مجهول الحال گذاشته و این دین خدا رو همینطوری ول کرده تا اینکه ما نتونیم منافقین رو از غیر منافقین